امروز می‌خوایم 3 تا مرینیت مرغ یاد بگیریم. 3 تا مرینیت متفاوت، آسون و مواد اولیه‌ای که توی خونه همتون پیدا میشه. اگر ورزشکارید، اگر کارمندید، اگر زمان زیادی برای آشپزی ندارید و دنبال یک غذای سالم و خوشمزه می‌گردید، حتما این 3 تا مرینیت رو امتحان کنید. با موندگاری بالا به شما فرصت آشپزی ساده رو میده. هر کدوم از دستورایی که توی کپشن براتون می‌نویسیم برای 300 گرم فیله مرغه. پوست سفید رنگ نازک رو میبینید از قسمت بالای فیله. این پوست رو جدا کنید تا قسمت پایین و پوست رو بذارید کنار. یک دمار داریم داخل فیله، این دمار سفید رنگ. روی تخته این دمار رو با نوک ناخنتون نگه دارید و با یک کارد خیلی آروم کارد رو حرکت بدید روی این دمار تا این دمار سفید رنگ مقداری کوتاه بشه. این دمار اینجا که میبینید وقتی پخته میشه خیلی سفت میشه، پس باید حتما جداش کنید. بعد از اینکه فیله مرغا رو پاک کردید یه پلاستیک میذارید روی فیله مرغا و با یه بیفتک کوب خیلی آروم که فیله مرغا بافتشون از همدیگه باز نشه و متلاشی نشن فیله مرغ ها رو میکوبید. همینقدر کافیه. مرینیت اول لیمو و رزماری. تقریبا یه قاشق مرباخوری رنده پوست لیمو میخوایم. خب تقریبا 2 قاشق غذاخوری آب لیمو میخوایم. 1 قاشق مرباخوری رزماری تازه میخوایم که ساتوری و ریز ریز خوردش میکنید. 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون میخوایم و نمک و فلفل سیاه. مقداری هم نمک اضافه میکنیم. مرینیت دوم مرینیت یونانی اسپایسی. 3 قاشق غذاخوری ماست یونانی میخوایم. پاپریکای دودی میخوایم. 1/2 قاشق مرباخوری. فلفل قرمز میخوایم. 1/2 قاشق که اضافه میکنیم. سیر رنده شده میخوایم. 1 حبه. اورگانو یا آویشن اگر در دسترستون نبود 1/2 قاشق مرباخوری. یه مقداری فلفل نیم کوب هم اضافه میکنیم و یه مقداری هم نمک به مواد مرینیتمون اضافه میکنیم. مرینیت سوم مرینیت آسیایی زنجبیلیمون. 1 قاشق مرباخوری زنجبیل تازه رنده شده میخوایم. 1 قاشق غذاخوری سویا سس، سیر رنده شده، 1 حبه کره بادوم زمینی، 1 قاشق غذاخوری عسل، 1 قاشق مرباخوری آب لیموی تازه، 1/2 قاشق مرباخوری جعفری ساتوری خورد شده، 1 قاشق غذاخوری. مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم. 300 گرم فیله مرغمون رو اضافه میکنیم و شروع میکنیم به مخلوط کردن مواد با فیله مرغ. این پست رو بفرست برای هر کسی که مرغش همیشه یه طعم میده.